این جماعت ددخور رو به هنگامه معصیت دعای بارون جملگی غافلگیر کنیم. همه حواست خوب به کار بگیر، این بار بور نشی. برو. از جماعت صفدر هر یکی که زنده بمونه خونه یکی از شما مباهه. با این همه جماعت که طرفدارشن، همه کاشان اینجاست. صبر میکنیم. صبر. الله اکبر. الله اکبر. تکبیرة الاحرام. الله اکبر. قنوت. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. به نام خداوند بخشاینده رحم است. قسم به خورشید و نور فراگیرش. قسم به خورشید و نور
نور فراگیرش و قسم به ماه که بعد از آن درآید، قسم به ماه که بعد از آن درآید، و قسم به روز که زمین را روشن کند، و قسم به شب که زمین را می پوشاند، و قسم به آسمان و کسی که آن را برافراشت، و قسم به زمین و کسی که آن را بگستراند، و قسم به نفس و آن کسی که او را ساخته و پرداخته کرده، و شر و خیرش را به او الهام کرد. بیشک هر کس نفس خویش را از آلودگی ها پاک کرد رستگار و هر کس نفس خود را با گناه آلود، نومید و محروم شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. دست بجنبونید. خورشید، مادر، جمشید من، جانم عزیزم، پسرم، تو ثمر همه زندگی من، پیش خدای خودم رو سفیدم از داشتن تو، دستم از گور بیرون میمونه برای تو. تو جوونی و برومند، ولی شباب چون باد به تندی میگذره. مرد علمی هم عائله میخواد. چی شده؟ مادرم اومدی؟ همه ترسم این بود که تو رو نبینم و برم. کجا بری جون دلم؟ مسعود هنوز هزاران حرف نگفته با تو داره. منو ببخش که تنهات میذارم. تو خوب میشی. برم خورجین دواجاتو بیارم. نه، بذار سیر نگات کنم. بی انصافی نیست که بری و مسعودو تنها بذاری؟ حلالم کن اگه چیزی کم داشتم. خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست.
جون من، به جون تو. زد داره باشی. تسلیت میگم، خدا هم مادرتو بیامرزه هم خودتو. هم داره میاد، هم داره میاد. ز سرپنجه شاهین قضا غافل بودی. مادر گیتی نزایده فرزندی که با امیری چون من کیاست کنه. البته دام بلا دیر و زود داشت، لیک الوفای به عهد. روزگار خورشید به سر اومده، منجم باشی. انقریب تمام یارات به خاک مذلت میافتن. همون به که خفه خون بگیری. غم مرگ مادرت در مقابل غمی که در انتظارته چیزی نیست بدبخت. اما اگه اون یکی رو بشناسونی از عقوبتت یه کمکی کسب میشه.
سلام بابا. سلام. سائقه بهتون زده که اینجوری ویلون و پریشونین؟ ای کاش سائقه ای بود و برقی. بارون که زد اول بدن صفتر بارید، بعد بر زمین کاشو. آقا کجاست؟ به بیابون زده، کنجی گرفته و خرقه فتیون به در کرده و به درگاه او لابه میکنه. خودش رو به این پایه نمیدید که قنوتش رو حق بشنوه. بابا الان کجاست؟ هزار کومه سرک کشیدم، خواست خدا بود که جستمت. مادر ناغافل پر کشید و رفت. به زجه و سیحه بودیم که دیدیم تیغ دارقه رو گردن جمشیده. چرا هیچی نمیگی؟ چرا حرف نمیزنی؟ میگم جمشید به بنده و گردنش به تیغ. آقا کوممون سرد و سیاه، همه جا خاک مرگ نشسته. مسعود میت، خورشید این مجنونا به حیرت نشسته. دست نجنبونی جمشیدم پی مادرت دستمون میره. دستم به جز دامن تو به کجا را پیدا میکرد؟ فقط تو واسمون موندی. چشام به لبته که بلغزه و بگی چه جوری جمشید رو از قفس خلاص کنی. بهم نگو خدا، منتظره ببینم تو این وانفسا دست خدا از آستینه کی بیرون میاد. نه، ایمانم از دست ندادم، توکلم هم سر جاشه. جون عزیزش واسط مهم نیست. آمود که نیست. باشه، میشینه با هم گردن زدن جمشید رو تماشا میکنی. حکمن اینم تقدیره. پدر جهان پدر، چرا دروازه کاشان رخ نمیده؟ خسته شدم. آی بانوی بابا، یه کمی دیگه طاقت بیا. این جوونی که من دیدم با تاخت با اون اسب میرفت
چیزی دیگه به دروازه کاشون نمونده. این چندمین باره که اینو میگی، اما هنوز تو راهیم. این بار کل که مطمئن باش به زودی میرسی. به هر طریقی که از سیاست زنانه میدونستم ترفند ریختم. هرچه فکر کنید به کار بستم، اما انگار طلسمش کردم. مادر، این خونه تاب مصیبت دیگر رو نداره. هرچی در توانم باشه مضایقه نمی کنم. آتیش سیاست داروغه نیازمند رگباریه که شاید خاتون رو قوت انجامش نباشه. بیا جمشید. ممنونم. نگرانم بلایی سر اهل خونه بیارن. خبری داری؟ مادرم خاتون همه حواسش مایل به اهل شماست. پدرت هر روز به تضرع نزد حاکم. تو آسوده ای؟ چه حرفی زدم؟ تو آسوده ای؟ آسوده؟ برکتی داروغه حرف نداره. نه ولی رفقای خوبی دارم، همشون اهل دلن. نه ولی دل زخمی من به کارشون نمیاد. خاک پاتی. به حاکم زاده بگیم چی ملتفتیم؟ به کار جدول ضرب و مکعبم باشون. خوب یاد میگیری. من و مادرم پیگیر این مهم هستیم. دلت قرص باشه جمشید. دلم قرصه. چی کار میکنی؟ این خشم دلتو نگه میداره پهلوون؟ پهلوون؟ این پهلوونیه؟ این زبونی و خاکساری پهلوونی ماهر؟ سید علی چی داشت جز زخم و مرگ وقتی به این در اومد؟ هیچ. زخم به گل شکفت و گلی به هم داد از 100 گل گلستون‌تر. این اسباب و طریق جز به کرم مسعود و میر جمشید بود؟ عزا کده شده ماهر کومم. مسعود به عزای زنش و دلش زار از اسیری پسر. زنم مثل مرغ بسمل افتاده و ویسم دیگه توانی نداره. ماهر بیم جون دخترکمو دارم. ای خدا، به کی بگم که این سینه اگه نترکه خیلی بی حیاست. این بیاری غرورمو به خاک کشیده ماهر. ما نه اونیم که سینه سپر کردیم به دشقیمای تیموری ها؟ ما نه اون بودیم که آهم به دست به دل دشمن میزدیم؟ ضمیر دلتو بگو مرد. شب به سیاچال دیوا میزنیم. گور پدر هر چی شد جمشیدو به سمت اصفهان میگریزونیم. زن و بچه ها چی؟ هیچ به اونا فکر کردی؟ این همه جز برای اونا میکنن؟ تو اینو برای خودت میگی نه؟ تحت عیال داری و کسب. سید علی عباس طالب همراهیت نیست ماهر. بیاور شیطونه. کرم خدا شب ستاره زده عزم خلاصی جمشید میکنم تا اون چی بخواد. این جون تو به باد میده. علی مدد. تا حالا هیچ شوری از مستی بردی؟ یا حظی از افیون؟
چی شد طلو مستی صورت زیبا شده؟ شیدات کنه، آتیش به جونت بندازه. موقع وصالش چجوری؟ چطور دنیا به کامته؟ اینا رو که گفتی همه از بره. فهم مثل همین هست. شیرین تر، چه بسا افضل تر. به خدا هیچ معشوقی اینجوری کامت نمیده. به خدا هست. ببین یه عددا میدونی به چه درد میخوره. ببین اینجور میتونی نسبت یه عدد رو به یه عدد دیگه به دست بیاری، نسبت یه چندی رو به یه چند دیگه. هرچی. چه دردی از ما آدمای دربند دعوا میکنه؟ دانایی ثروت سبب خلاصی ما میشه؟ سبب خلاصی نه نمیشه، ولی بندو به تنت سهل میکنه. یگان استاد زمان، عالم علوم غریبه و جف، عبدالغفور سجزی. حضرت حاکم، در پس التجای حکومت پرمحبت دینمدار و بالا مقام شما، مجلس بزمی سترگ میزبان بزرگ علامه زمانه عبدالغفور سجزی که خدایش بزرگ دارد می باشد، بزم ما را به قدوم خیش مزین فرمایید. بفرمایید. و اینک تجار بزرگ کاشان هر کدام به نیازی آمدند. اگر حضرت والا اجازه دهند اول به حاجات اینان بپردازند تا هم رفع حاجتی شده باشه، هم برای حضرت سلطان جوهره وجود حقیر روشن بشه. به امر جناب حاکم به نیاز 2 نفر از شما به قید دستور جناب امیر داروغه خواهم پرداخت. البته نخست سان الولایه میز جهاندار سرابان، مالک هزاران عدل و طاقه و مالدار سلطان پناه. عرضی داشتم تا در خلوت سهم شما برسانم. مردک، حضرت حاکم و محرم نمیدونی؟ زبانم لاله اگر این گونه باشد قصد جسارت نداشتم من. میدونم، واقفم از اون مال که در پیش هستی، ولی نسخه ای که تو دستته کفایت اون چیزی رو که میخوای نمیکنه. عجبا، همینه که گفتید. اون نسخه ها که داری برای پیدا کردن دفینه به کارت نمیاد. اما اگر حرف را رو 600 بار در گوش خروسی ابیض بخونی و رهاش کنی، خروس تو رو سر دفینه میبره. اگه نتونستم؟ همون حرف رو که گفتم به همون عدد روی کاغذ مینویسی و تو گوشت میذاری. بعد از مدتی اون از گوشت در میاری و توی کاسه قلعی میندازی و روش نمک میپاشی، آنقدر که لبالب بشه. بعد زیر سرت میذاری و همون عدد رو تکرار میکنی تا خوابت ببره. توی خواب از اون چه که میخوای مطلع میشی. شما مطمئنید؟ شک نکن، احتیاج به طلسم نیست.
عبدالغفور خوب میدونه که چه کار باید بکنه. بذار دستاتون رو ببوسم. نه منتدار جناب حاکم باش. محاکم سلمان شامی بزاز و حمله‌دار سپاهان. لازم نیست چیزی بگی. اونی که پرشالته بیرون بیار تا به تو بگم چجوری از شر ایذا و آزار اجنه در امان باشی. یادگاری است که زن کلی برای گشادگی رزق در شامات به من بخشید. فکر نکردی طلسمی که روش نقش حک شده حامل موکلیه؟ نه، پس آنچه از اجنه و پری بر من سنگینی می کرد همین بود؟ بیا اینو پر شالت بذار تا تعویزی بشه برای دفع اجنه. امیدوارم هرچه از خدا میخواید از شما دریغ نکند علامه. جسارت حقیر رو میبخشیم. در چشمان خاتونتان برق هراسی دیدم. خاتون؟ خب کمی ملتهبن به جهت مسائل دیوانی. ایشون در طربند نشاط؟ المنت لله. امیر، دفع حوایج و سوالات دیگرون بمونه برای بعد. البته مطیع اوامر حضرت والایی. دستور بدید. این بلند بالا جوان مهربانه، هم به نام هم به کام. عزم اون دارم تا نایب حکومت من باشه، درس حکمت بیاموز. تالش که بلنده. مهربانم نام پرمهریه. در رمل این بنده کمترین آفتاب بختش در جوزا می درخشد. بر وجودش لوح شرف عطارده. تا روز موعود رخصت بدین تا از شرف کواکب اون چه بر ذمه‌ام است طلسمی بسازم که تعویض تخت مهربان باشه. آیبانو دخت نامی عبدالغفور جمیع الجهات به حسن ظاهر و جمال باطن. از نقص گفتاری و شیرین کلامیش بهره‌ای ببریم بهتر نیست؟ حیف نیست در این بزم باز هم حرفای حکومت و دیوانی بشنویم؟ موافقم، منتظریم. ای راحت دل و جان، ای آفتاب خوبان، ای جان نواز چون دل، ای گل عذار چون جان. رویت به خواب دیدم ماهی به پیش انجم، قدت به باغ دیدم سروی میان بستان. گر 100,000 دیده باشد چو آسمانم، یک جمله در وصالت در شور دل گلفشان. وصلت ز جان رو باید وهم و خیال باطل، زهرت به جان نشیند درد و فغان هجران. شعرم به وصف لعلت در لفظ تو مشوش، جانم ز حسن رویت چون زلف تو پریشان. از قاف تا قنایت عنقا شکار چشمم، چون از کای بانو ترسد ز موج طوفان. نازک ترک و لطیف تا به سختی نداره، چه کنم؟ این جوشنده تبشو کم میکنه و شورودگیشو خفیف. فقط دل مادر از دل دخترش آگاهه.
جمشید دربنده دل ویس منم به صلیب کشیدن انگار. ناز گلم بلند شو ویس. یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت